سطحشون بلنده، میتونم روش کار کنم. اوکی؟ ولی قبل از اینکه بخوایم برای مشتری کار کنیم، خب شما چی داری؟ اینجا گفتم اصلاح سازی داری دیگه، درسته؟ بله. اصلاح سازی یعنی مرتب کردن 10 تا ناخن. خودت می‌بینی؟ اوکی. آره تو گوشی دارم خب می‌بینم. هر جا رو که متوجه نمی‌شدین بگید دوباره براتون توضیح بدم، هیچ اشکالی نداره اصلا. خب اصلاح سازی یعنی چی؟ یعنی 10 تا ناخن رو بیایی نگاه می‌کنی، کوتاه‌ترین ناخن رو پیدا می‌کنی، 9 تای دیگر رو اندازه می‌کنی. شما اگه توی لمینت بیاید قددهی انجام بدی، یعنی از کار لمینت خارج شدی رفتی وارد کار کاشت شدی. اوکی؟ خب من پس این کار رو اول انجام میدم. قبل از اینکه شما بخوای کلا وارد لاین خدمات بشی، مبتدی ترین کاری که برای مشاهده انجام میدی چیه؟ مانیکوره. برای مانیکور شما نیاز به این چوب داری. قبل از اینکه بخوای از چوبت استفاده کنی، چوبت خورده تیزش که کردی، برو برای مانیکور. من 2 تا ناخن رو لازم دارم امروز. شروع میکنم به عقب زدن به کوتیکول. شاید الان واسه تو سوال پیش بیاد در چه حد عقب بزنم، تا کجا عقب بزنم. ببین تو فقط در حدی عقب میزنی که تو اگه اینو نوک سرساهان فرض کنی، این زیر کارت به چرخه. اوکی؟ و خیلی نکته‌ای که مهمه، خیلی مهمه اینه که کوتیکولتو رو اگه من پشتش اومدم یه خط کشیدم، کوتیکولتو مماس عقب رفته باشه. کوتیکولتو یه سمتش اینجا نباشه، یه سمتش اینجا باشه. این خیلی مهمه. اگه میخوای یه دورگیری خیلی تمیز خوب داشته باشی. ببین من کوتیکولم عقب زدم. میرم ناخن بعدی، دوباره ببین به این صورت، به صورت ایستاده کوتیکول میارم بالا. این کارو به صورت نیم انجام میدم. وقتی میگم نیم یعنی چی؟ یعنی ببین یه ذره میذارم عقب، میرم گوشه بعدی و بعدی. خیلی هم فشار نباید بیاریم. کلا ما توی لاین کارمون به هیچ عنوان فشار دست نه. خب میرم برای دورگیری. ببینید این سرسوهانا برای تیز کردن سرسوهانا